رسول اقدس صلی الله علیه و سلم من و شما را و تمام انسانیت را و کل مسلمانان جهان را به سه چیز خیلی ها مهم توصیه نمودن. اولین توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم این است که اتق الله حیث ما کنتم. ای جوان، ای مسلمان، شما در هر جایی که هستید، در هر منطقه قرار دارید، در هر کشوری قرار دارید، در هر سرزمینی که تشریف دارید، از الله بترسید، از الله خوف و هراس داشته باشید. واقعا اگر شما میخواهید که فلاح دارین نصیب شما بشود و شما در دنیا و در آخرت موفق و کامیاب و رستگار باشید، تقوا را اختیار بکنید، خدا تحصیل را اختیار بکنید. الله جل جلاله در کلام نازنینش در هر صفحه‌ای که ما ورق بزنیم ما را دستور داده است به تقوا. واتقوا الله لعلكم تفلحون. و اگر میخواهید که رحمت الله جل جلاله شامل حال من و شما بشود، تقوا را اختیار بکنید، خدا ترسی را اختیار بکنید. واتقوا الله لعلكم ترحمون. اگر میخواهید که رزق و روزی شما زیاد بشود، شما تقوا را اختیار بکنید، خدا ترسی را اختیار بکنید. الله میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوا را اختیار بکند، کسی که خدا ترسی را اختیار بکند، الله جل جلاله از جای به اون رزق میدهد که اصلا گمانش را ندارد. لذا توصیه اول رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من و شما جوانان، برای من و شما مسلمان ها این است که شما تقوا را اختیار بکنید، شما خدا ترسی را اختیار بکنید. تقوا عزیزان یعنی چی؟ مفهوم تقوا را ما بدانیم. تقوا یعنی دروغ نگفتن، تقوا یعنی غیب از پشت برادر مسلمان خود حرف نزدن، تقوا یعنی دل کسی را نرنجانیدن، تقوا یعنی با تندی برخورد نکردن با برادر مسلمان خود، با رفیق و دوست خود. تقوا یعنی ظلم نکردن، تقوا یعنی حق دیگران را نخوردن و غیره و غیره. این را تقوا گفته می شود. توصیه دوم رسول الله صلی الله علیه و سلم این است واتبع السیئة الحسنة تمحها. وقتی خدایی نکرده شما مرتکب گناهی شدید، مرتکب یک فعل شنی و بدی، مرتکب سیئه‌ای شدید، فوراً در عقبش حسنه انجام بدهید، نیکویی انجام بدهید، چون این حسنه شما، این نیکویی شما اون سیئه را از بین میبرد، اون بدی را محو و نابودش میکند. چنانچه نص صریح قرآن است. الله میفرماید ان الحسنات یذهبن السیئات، همان نیکویی ها بدی ها را از بین میبرد. لذا توصیه دوم رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من و شما این بوده است که هر وقت که خدایی نکرده انسان هست، وقتی دست به گناهی بزنید و معصیت و گناهی از شما صادر می شود، فوراً در عقبش حسنه انجام بدید، کار خوب بکنید که الله جل جلاله به سبب این کار خوب شما اون بدی شما را، اون گناه شما را، اون خطا و لغزش شما را از بین ببرد. و توصیه سوم رسول الله صلی الله علیه و سلم این است و خالق الناس بخلق حسن. ای جوانان امت، ای جوانان، شما با مردم، خطاب من برای کل هست، شما با مردم با یک اخلاق حسنه و پسندیده و نیکو خوب برخورد بکنید و رفتار بکنید. و این یک مسئله خیلی مشهور است جهان امت اسلامی که آیا دین اسلام با زور شمشیر برای ما رسیده یا به اخلاق حسنی جناب رسول اقدس صلی الله علیه و سلم؟
تقریبا اتفاق کل علمای جهان اسلام بر این است که دین اسلام با زور شمشیر به ما نرسیده. دین اسلام فقط و فقط با اخلاق حسنه رسول گرامی صلی الله علیه و سلم رسیده است. لذا ما سعی بکنیم از خود جد و جهد نشان بدیم که با زیر دستان خود، با رفیقان و دوستان خود و با انواع و اقشار جامعه برخورد مناسبی داشته باشیم، اخلاق خوبی داشته باشیم، اخلاقی داشته باشیم که نسبت به اون اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را دستور داده. رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما تأکید کرده است که شما اینطور اخلاق با مردم داشته باشید. از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها سوال کردن که اخلاق رسول گرامی صلی الله علیه و سلم چی بود که الله اخلاق پیامبر را در قرآن توصیف کرده و انک لعلی خلق عظیم. ای جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم تو در اخلاق بزرگی هستی. سوال کردن از حضرت ام المؤمنین که اخلاق بزرگ پیامبر خدا چی بود؟ حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمودند اخلاق بزرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل به قرآن، به تماما محتوای قرآن عمل میکردن، به تماما اوامر و دستوراتی که در قرآن است اون را اجرا میکردن و از تمام منهیاتش خود را باز میداشتن. یا فرمودن اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعضی علمای دیگر فرمودن این بود که پیامبر خدا هم در دنیا و هم در آخرت جواد بودن، سخی بودن. پیامبر علیه السلام نمیخواست که حتی کافر که کافر هست به دوزخ برود، میگفتن باید کلمه عرض بکند. این اخلاق پیامبر خدا بود. و بعضی ها فرمودن اخلاق پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این حدیثشان بود صل من قطعک، وصل بکن از او کسی که قطع صله رحمی میکند، از تو قطع میکند تو به اون وصل بکن. نه اینکه اون طرف قطع رابطه با تو کرد تو هم در مقابلش عکس العمل نشان بدی و قطع رابطه بکنی. این جز اخلاق نیست، این جز اخلاق مسلمان نیست، این جز اخلاقی که رسول الله برای ما گذاشته نیست. چون رسول الله فرموده است انسان مومن، انسان با اخلاق کسی است که اون طرف اگر قطع صله رحمی بکنین با اون وصل بکن. واعف عمن ظلمک، عفو بکن، گذشت بکن از اون کسی که داره به تو ظلم میکنه، کسی که در حق تو ظلم میکنه. خودت هم نگاه کرده رئیسی که این طرف به من ظلم میکنه، اون عفو بکن، از اون گذشت بکن. اگر تو ظلم اون را عفو کردی، بخشش کردی، الله در آخرت گناه تو را عفو میکنه. لذا اخلاق اسلام این هست، اخلاق مؤمن، اخلاق واعی این هست. و احسن الی من اساء الیک، طرف کسی که به تو بدی میکنه خودت هم مشاهده کرده رئیسی که این طرف به من بدی میکنه، تو در مقابلش بدی نکن، در مقابلش نیکویی انجام بدی. اخلاق پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم این بود. لذا عزیزان، جوانان، مسلمانان گرامی، ما این سه توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم را برنامه زندگی خود قرار بدهیم، به تمام موارد زندگی خود از الله بترسیم و هر زمانی که از ما خطا و گناه خدای نکرده سرزد فوراً در عقبش نیکویی انجام بدهیم و با مردم، با اقشار مختلف جامعه اخلاق حسنه، اخلاق پسندیده، اخلاق نیکو خوبی داشته باشیم. الله جل جلاله برای همه من و شما توفیق عمل نصیب بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.